بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية الحديث السابع والعشرون، يعني درس خود را دوام میدهیم از کتاب الأربعون النووية چه حدیث امام نووی. درس امروزی ما حدیث 27 است. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. نعم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فقلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. آخرونش اسناد حسن میگن، اگر حدیث سندش چه ضعیف می باشد. نه مهم. يعني حديث 27 از نواس بن سمعان رضی الله عنه نقل است که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین گفت: نیکویی کردن حسن اخلاق است، انا من نیکی است خودش، و گناه آن است که در دلت ناراحت بیارد، قلبت ناراحت می شود و از آشکار شدنش در بین مردم تو را کراهیت آورد، یعنی که نمیخوای که مردم از این کاری کردگی تو یا که از سخنی گفتگی تو خبردار شوند، یا که از این اعتقادی تو خبردار شوند. کدام کاری که، کدام سخنی که، کدام اعتقادی که شما او از مردم یعنی روز کردن شود، معلوم است که این چی اعتقادی به دست خیلی که خوارج و تحریر و دیگر چیزا همش عقیدهش روز کردن میگردد. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. بنابراین بارک الله فیکم، عقیده اهل سنت و جماعت که عقیده ما و شما، عقیده سلف صالح، هیچ وقت عقیده رسته نیست، عقیده فریب نیست، عقیده دروغ نیست. رنگی وایها. نه. از وابصه ابن معبد رضی الله عنه نقل است که گفت: روز به زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدم. او گفت: آمدی تا درباره نیکویی کردن سوال کنی؟ یعنی که آمدی که یگون درباره نیکی چیست گفته سوال پرسیدنی آمدی؟ گفتم آره. گفت: از دلت بپرس. با شرطی که انسان با دلش چی باشد؟ آباد باشد. بعضی دل ها هستن که ویران ایاخی، خیلی اون دل میپرسی. نه، نیکوکاری هر چیزی است که دل و نفس به سوی آن میل کرده تسکین و آرام گیرد، و گناه هر چیزی است که ناراحتی را در نفس و شبهه را در سینه ایجاد کند. این چاری آخه کاری گناه هم خیلی. چرا تو مثال گیره میخوایی که باید آشکار شد؟ کاری گناه است که نمیخواهد آشکار شد. بنابراین یک نه، ناراحتی را در نفس و شبهه را در سینه ایجاد کند، و اگر چند مردم فتوا دهند اعتماد نکن میشد. معنی که فهمیده؟ گرچنده که مردم این خیل کن و خیل کن، باید که تو اهمیت ندی به گفتی مردم، خصوصا مردمی که امروز از قرآن و سنت دور هستند، از وی چه خیل مصلحت میپرسی. این حدیث یعنی که حسن است که آن را صاحب کتاب میگه که ما در مسند امام احمد ابن حنبل و امام دارمی به اسناد حسن روایت کرده این گفته است، لیکن حدیث دویم حدیث ضعیف می باشد و مسند اکنون اساسا از روی تغلیب گفته شده است. الله اعلم. مسند هم کتاب امام احمد میگویند چی مسند، اما امام دارمی را سنن میگویند. فهمیده نه؟ این بود. بارک الله فیکم. درسی امروزی ما الحديث السابع والعشرون عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
عن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نكتفي، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.